سلام دوستان، امروز میخواهم در مورد شیوه‌های پرورش میلیونی بز در ایالات متحده آمریکا صحبت کنم. تا ماه سپتامبر سال 2022 حدود 2,650,000 بز در آمریکا وجود داشت که اکثراً در ایالت‌های تنسی، کالیفرنیا، تگزاس و جورجیا پرورش داده می‌شوند. اینجا یک مزرعه پرورش بز در ایالت جورجیا است. صدها بز پس از 145 روز بارداری وضع حمل می‌کنند. بر اساس آمارهای دپارتمان کشاورزی آمریکا سالانه 778,000 بزغاله در این کشور متولد می‌شوند که 47% آن مربوط به ایالت تگزاس است. بزغاله‌ها یک هفته پس از تولد حدود 6 کیلو وزن می‌گیرند و در این زمان آنها را در جای جداگانه نگهداری می‌کنند تا بتوانند به اندازه کافی شیر بخورند. وقتی بزغاله‌ها یک ماهه می‌شوند به آنان اجازه داده می‌شود برای گردش آزاد و جست و خیز زدن بیرون بروند. بزغاله‌ها در 8 ماهگی کاملا بالغ می‌شوند و وزن آنها در این سن به 50 تا 52 کیلو می‌رسد. اینجا یک فرم دیگر پرورش بز در ایالت تگزاس است. این گله بز صبح هنگام برای چرا به چراگاه برده می‌شوند. در حال حاضر حدود 1,100,000 بز در تگزاس وجود دارد که حدود 41% جمعیت بزهای آمریکا را تشکیل می‌دهند. اکثر بزها برای تولید گوشت پرورش داده می‌شوند و 83% گوشت بز در ایالت تگزاس تولید می‌شود. در پایان روز سگ‌ها بزها را جمع کرده و برای در امان ماندنشان از حمله گرگ‌ها آنان را وارد پناهگاه می‌کنند. برآورد می‌شود سالانه حدود 1,100 بز در ایالت تگزاس مورد حمله گرگ‌ها قرار می‌گیرند. برخی از فارمداران جنوب تگزاس بزهای خود را برای چرا به مناطق دیگر می‌برند که این امر به حفظ چراگاه و کاهش پارازیت‌های بدن بزها کمک می‌کند. اینجا فرم پرورش بزهای شیری در ایالت کالیفرنیا است. بزها در اینجا غذاهای مقوی و مملو از پروتئین و ویتامین دریافت می‌کنند. جمعیت بزها در کالیفرنیا به حدود 100,000 رأس می‌رسد که حدود 45% آنها بزهای شیری اند. شیری بزها با دستگاه‌های مدرن دوشیده می‌شود و هر بز روزانه 4 تا 5.5 کیلو شیر تولید می‌کند. در سال 2022 در ایالات متحده آمریکا 370,000 بز به منظور تولید شیر پرورش داده می‌شود که اکثرشان در ایالت‌های کالیفرنیا و آیوا بوده است. پس از آنکه روند شیردوشی به پایان رسید، دستگاه‌ها تمیز شده و شیرهای جمع آوری شده به کارخانه‌های تولید پنیر ارسال می‌شوند. اینجا کارخانه تولید پنیر از شیر بز در ویسکانسین است.
در حال حاضر سودان جنوبی، اسپانیا و فرانسه از بزرگترین تولید کنندگان پنیر از شیر بز در جهانند. شیر بز پس از فراوری در این کارخانه و طی مراحل مختلف به پنیر تبدیل شده و پس از بسته‌بندی به بازار عرضه می شود. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.